موقعیت‌های خنده‌دار. این سریال لحظات پر از سرگرمی رو برای شما فراهم می‌کند. نظر شخصی خودم، اگر دنبال یک سریال هستین که از دقایق اول تا دقایق آخر بخندید، پیشنهاد من برای شما ویلکام تو وایکیکی است. این سریال بهترین سریال کمدی است که تا به حال دیدم و اگر تا هنوز این سریال رو ندیدین حتما این سریال رو ببینید. یکی از نکات برجسته ویلکام تو وایکیکی این است که به راحتی میتواند با دنیای واقعی ارتباط برقرار کند. این سه شخصیت برای موفقیت تلاش میکند، اما هر قدم با موقعیت‌های غیر منتظره روبرو میشوند که گاهی به درگیری‌ها و موقعیت‌های کمدی بی‌نظیر تبدیل می‌شود. بازیگران توانستند به خوبی احساسات و خنده‌های مخاطب را برانگیزند. اگر به دنبال یک سریال شاد و کمدی با داستانی جذاب و شخصیت‌های دوست داشتنی هستید، ویلکام تو وایکیکی برای شما مناسب است. این سریال بدون شک شما را می‌خنداند و شما را به دنیای پر از بی‌نظیر این سه شخصیت می‌برد. حتی اگر تا به حال سریال‌های کره تماشا نکردید، این سریال شروع عالی خواهد بود. پس اگر آماده اید برای خندیدن و تماشای یک سریال کمدی فوق‌العاده، ویلکام تو وایکیکی رو از دست ندید. کانال ساینکس رو سابسکرایب کنید تا هر هفته با معرفی های جذاب دیگه در خدمتتون باشیم. حتما نظر خودتون رو در مورد این سریال به اشتراک بگذارید و بگید که کدوم قسمت رو بیشتر دوست داشتید.